تمرین شماره 74. تمرین 74 تمرین گام صلح هست با فاصله سوم. فاصله ها رو اندازه‌گیریشو عرض کردم خدمتتون که برای به دست آوردن فاصله یه نوتی از خود نوت رو شمردن میکنیم. فاصله سوم صلح میشه صلح لا سی. فاصله سوم لا میشه لا سی دو. فاصله چهارم ر میشه ر می فا صلح. از خود نوت رو شمردن میکنیم. حالا فاصله سوم فا دیز داریم تو این تمرین، از صلح شروع به نواختن میکنیم. صلح سی، فاصله سومش میشه صلح لا سی. بعدی لا، فاصله سومش میشه دو لا دو سی ر دو می ر فا دیز حاصل می صلح فا لا صفر. حالا پوزیشن سوم صلح رو میذاریم انگشت اول صلح سی با فاصله لا انگشت دوم دو انگشت چهارم به سوم بچسبه سی ر سی انگشت سوم ر انگشت اول دو می دو چهارمیه دو می دومی دوباره دو می ر فا ر اولیه فا انگشت سوم با فاصله. حالا برمیگردیم صلح می صلح چهارمیه می دومیه صلح می فا ر فا سومی ر اولی فا ر می دو دو چهارمی می دو انگشت چهارم ر سی ر اول سی انگشت سوم دو لا دو انگشت چهارم لا انگشت دوم دو لا سی صلح سی انگشت سوم صلح انگشت اول سی صلح لا رو صفر زده پوزیشن تموم لا فا صلح می فا ر می دو ر انگشت چهارم دو لا با آخریش هم نوت صلح.